اولین لمس پرتاب قیمت، دومین لمس پرتاب قیمت. بعد از شکست بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شما دوستان و همراهان گرامی، خیلی خوش اومدید به یه ویدیوی دیگه. با توجه به حلول ماه مبارک رمضان و درخواست شما عزیزان، یه استراتژی فوق‌العاده دیگه رو برای شما عزیزان آماده کردم. علم هندسه زیر مجموعه علم ریاضی میشه و به شدت مقاله در این مورد و آموزش در این مورد نایابه و کمیابه. کلا تو مارکت فارسی که من ندیدم، تو مارکت های خارجی هم با هزینه های بسیار بالا و خیلی به ندرت و خیلی کم گیر میاد. به هر حال تصمیم گرفتم که استراتژی امروز یه استراتژی هندسی باشه و شما عزیزان بتونید نهایت استفاده رو ازش ببرید. بهتون قول میدم استراتژی امروز رو حتی اگه به تنهایی هم استفاده بکنید با این ریت خیلی بالا سود خواهید بود، به شرطی که تمرین داشته باشید، مسلط بشید و کار بکنید. متاسفانه ایرانی جماعت اصلا اهل تمرین نیست و فقط ویدیو میبینن، از این ویدیو به اون ویدیو، از این استراتژی به اون استراتژی و این مشکل خیلی بزرگیه برای خیلی از عزیزان. به هر حال امیدوارم که نهایت استفاده رو ازش ببرید. قبل از اینکه بریم پای چارت، ویدیو رو لایک، کانال رو سابسکرایب کنید. حمایت شما باعث دلگرمی ماست. بریم پای چارت و استراتژی امروز رو با هم دیگه ببینیم. دوستان من توی ادیت متوجه شدم که یه نکته رو یادم رفته که بهتون بگم. این استراتژی به غیر از طلا میتونید رو تمام جفت ارزها هم کار بکنید. برای نفت و داو جونز و بیت کوین و اینا هم فکر میکنم جوابگو باشه، باید تست بکنید. منتها خودم شخصا فقط روی طلا و تایم 15 دقیقه این استراتژی رو تست کردم. پس اگه میخواید روی جفت ارزها یا شاخصی رو این استراتژی رو به کار ببرید، حتما باید یه بک تست خیلی خوب ازش بگیرید. اگه خوب بود و با شرایط شما سازگار بود استفاده بکنید، اگه نه که رو همون طلا و نهایت استفاده رو ازش ببرید. یه نکته دیگه این که رو تمام تایم فریم ها هم جواب میده، به شرطی که به تسلط کافی برسید. مثلا خود خارجی ها از تایم فریم دیلی بیشتر استفاده میکنن. مطمئن چون خودم اسکالپرم و دوست دارم روزانه ترید بکنم، این استراتژی رو روی تایم 15 دقیقه کار کردم. شما میتونید تایم های بالاتر و پایینتر رو هم تست بفرمایید. دوستان اومدیم پای چارت، امیدوارم که بتونیم خوب توضیح بدیم و همه شما کامل متوجه بشید. این نکته رو مد نظر داشته باشید که همین استراتژی به تنهایی هم قادر شما رو به سود برسونه، به شرطی که قانع باشید و بخواید ازش خوب و درست استفاده کنید. مثل همیشه بدون تمرین، بدون تلاش، بدون زحمت به هیچ جایی نخواهید رسید، نه فقط تو این بازار، تو هر کجای زندگیتون. بریم سر وقت استراتژی امروز. اولین کاری که انجام میدید گرید رو فعال میکنید. چیزی که میخوایم ما 2 تا کندل داخل یک مربع باشه. وقتی زوم این بکنید و زوم اوت بکنید، برعکس گفتم، زوم اوت بکنید زوم این بکنید، جای کندل ها عوض میشه و میتونید ببینید که چند تا کندل داخل مربع جا میگیره. من زوم انجام میدم و الان چیزیه که میخوام دقیقاً 2 تا کندل داخل هر مربع. دیگه باش کار ندارم، برش میدارم، میرم پروپرتیز و فیکسش میکنم که دیگه به هم نریزه. خب میام عقب‌تر، من یه جای پیدا بکنم که اینجا رو مثال بزنیم. بیایم عقب‌تر چون اینجا آخر بازاره، بیایم اینجا. خب میاید این ابزار رو استفاده میکنید. چطور این ابزار رو من بیارم روی متا تریدر؟ اینجا میاید این آخر کلیک راست میکنید، کاستوم رو میزنید و اینجاست. کافیه بیارید منتقلش بکنید و میاد اینجا. خیلی خوب. میاید ابزار رو انتخاب میکنید، از سقف به کف. من رنگش عوض میکنم که راحت دیده بشه. رنگش رو میذارم زرد و ضخامتش خوبه. خب میبینید از کف به سقف رسمش کردم. کنترل رو میگیرم، 2 تا کلیک اینجا میکنم که یک کپی ازش گرفته بشه. دوباره کلیک راست میارم داخل تنظیمات. اینجا هر عددی که بود
90 تا من بهش اضافه میکنم. هر عددی که بود 90 تا بهش اضافه میکنم. اینجا 70 90 تا که بهش اضافه بکنیم میشه 160. کار به اشارش نداشته باشید و بذارید سر جای خودش بمونه. اوکی میکنم. دوباره 2 تا کلیک اینجا میکنم که این خط روندم دوباره این وسطش و نوک چیزش مشخص باشه. میام اینی که بهش 90 تا اضافه کردیم و برمیدارم میذارم دقیقاً کجا؟ دقیقاً روی تقاطع، دقیقاً روی خود تقاطع. من مدادو بیارم اینجا. با اینکه واقعا خیلی راحت و ساده توضیح میدم ولی نمیدونم چرا یه سری از دوستان باز پیام میدن میگن این چیزها رو متوجه نشد. نگاه کنید اینجا دقیقاً روی هم، دقت داشته باشید، دقیقاً روی هم دیگه. و میبینید اولین لمس پرتاب قیمت، دومین لمس پرتاب قیمت، بعد از شکست دوباره بعد از شکست دوباره لمس. بهترینشون اولیه و هر چقدر دیگه بیشتر بیاد قطعا ریتش میاد پایین تر، ولی شما اگه اینو همینطور ادامه بدید خواهید دید که تا هر چقدر برید بالاتر بازم واکنش خواهد داشت بهش بازار. کل استراتژی همینه. یه مثال دیگه براتون میزنم که راحت کامل همه چیز جا بیفته. و عزیزان بریم یه مثال در مورد سقف هم بزنیم. بریم یه خود جلوتر لایو مارکت و ببینم، فکر میکنم اینجا خوب باشه. این سقفو با این کف میگیریم، 2 تا کلیک میکنیم فعال بشه، کنترل میگیریم، 2 تا میزنیم که یه کپی ازش گرفته بشه. یه نکته اینجا داره، نگاه کنید اینجا 288 به ما نشون میده. شما دارید از سقف به کف میگیرید، پس باید 90 تا کم بکنید. 90 تا که ازش کم بکنی میشه 198. 198. 2 تا کلیک اینجا میکنم که این مربعش مشخص باشه و همینو میکشم میارم دقیق میذارم رو خود تقاطع. نگاه کنید دقیق اینجا و واکنش رو لذت ببرید. لذت ببرید. فقط عرض کردم وین ریتش خیلی بالاست ولی نیاز داره مثل همیشه به تمرین. بدون تمرین و تسلط به هیچ جایی نخواهید رسید. یه مثال از سل زدم، یه مثال هم از بای زدم. امیدوارم که موفق باشید. تایم ویدیو رو الکی زیاد نمی کنیم. موفق و پیروز باشید. خدا نگهدار.